اوکی، خوش اومدیم به پارت دوم از سری MC آباد. توی این پارت اومدیم تو ویلیج جالب خونه درست کنیم. بریم سراغ ویدیو. Let's go. اوکی، به نظرم یک سگ و 49 تا فعلا برای پایینش کافی باشه، برای زیر ساخت. اینجا الان میشه زمینش، یعنی آره کفش، که ما قرار کابلستون بزنیم. اوکی، یک مقدار زیادی احساس میکنن کم آوردیم. هیچ ایده ندارم که خونه درست کنم. بیلدم اصلا خوب نیست. حالا این چیز زشت خواهم ساخت. چوب نداریم، عالیه. باحاله. حالا اینجا رو ما 2 در میذاریم. چرا؟ چون که زیرو. خوبه، بد نشد، باحال شد. باید بریم چوب بکنیم. جالبه. حالا ما به 4 8 9 10 11 12 13 و 14 تا سند نیاز داریم. حال کن. ای وای، اپتیفاین ندارم. کانتینیوتی ای جلوش بازه. الان مگر من اینجا مود کانتینیوتی نداره؟ ها؟ این اگه هست نه نمیخوام. اصلا 4 تایش کنم شاید درست شد. این بلاک ها اصلا فاصله داره. چی شد؟ چیکار شد؟ من در پارت های آینده باید اوکی کنم. مغزم آروم نمیشه اگه اوکیش نکنم. بگی بکپ. اوکی، اینو بده اینجا. این ستا رو بده اینجا، اینجا، اینجا. این دوتا رو بده که بگیم خداحافظ. عالی شد خیلی. حالا ما نیاز داریم به چی؟ به در چطوری درست میشه؟ به سختی. اوه، تیریدی چقدر باحاله. مرسی از خودم که این ریسورس پک رو برای خودم درست کردم. درخت رو باید کامل سقط کنیم. حالا که فکرشو کنم نیاز به چوب داریم.
نمیخوام اضافه بیاد. ای بابا اضافه اومد. ای به درک دیگه چیکار کنم؟ من مگه مرض داری اون موقع پیدا نمیشی؟ الان پیدا میشی؟ الان که دیگه تموم شد. اب نداره، اشکال نداره، فشار نمیخوریم. حالا ما براتون یکم فست دیریج میزنیم. اثرات بدوارز پلیر بودن همینه بردار. بدوارز پلیر ندین که بریجر خوبی نباشه. ای بابا تموم شد لالا جون. یه واستا همه چوب رو تبدیل کردم. یه چوب دادم میکنی، یک چوب دادم میکنی، یک دانه چوب بربری. نه البته اینجا زغال بود، خونه تاریک است، روشنش کنیم. یه زغال بود، زغال رو دوزید. اگه اونها یک کاریش خواهیم کرد دیگه. میریم چوب سازی، چوب خریدن کنیم. خاک تو سر من. بلد نیستم از این درخت برم بودم یا کلشو بکنه دیگه. حوصله ندارم باز دفعه بعدی هم نیم ساعت به اونجا بکنم. تا الان هم حوصله ندارم. ولی خوب برو خودم نمیفهمم دارم چی میگم. اگر اینجا باکه داشتم کلاش میکردم ولی خب ندارم. آدیداس دب دب. اوکی بریم به ادامه ورک. ادامه الورک بودو. اوکی عقیبو دو توشم داشتم اصلا شد هیچ داد. لنترن چطور درست میکنم؟ میارز به نظرتون؟ حالا ما دیگه چاره چی برو قشنگی خانه من هر کاری میکنم. وای نذارم اونو رو باید بخشم. یه تو داده کن. دادم میکنی؟ نه دو تا دیگه هم دادم میکنی؟ یکیو بگیر. اینا رو تبدیل. تکنولوژی. الان ما میایم یه دونه میده برای هر کدوم. ببینم. اوکی رفتیم تیبل. چرا من گذاشتم بیرون؟ یه دونه میده. یه دو حداقل دو تا میخوام. 4 تا میخوام. آلیس دقیقا بالا سرم. آره حالا آها یکی اینجا یکی هم اینجا نمیرسه. خب آیرونم تموم شد. اینا رو تبدیل کن دیگه. چاره ای نیست. چی گذاشتم وسط؟ یکی دیگه نمیتونه بده. خب خونمون نیمه کامل بود. اینجا نداره. تو چه خوب دیگه. من ناراحت شدم. ده 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 ده. اوکی تنها چیزی که از خونه مونده یک عدد شوخی میکنم.
یکم دیزاینش باید بکنیم و سلام که من اینا رو پس برای یک عدد خانه کامل یک باید میگذاریم اینجا یک کرافتینگ تیبل اینجا، چون من باید خونم تقارن داشته باشه. کرافتینگ تیبل هم یه دو عدد فرنیس هم میگذاریم، ست میکنیم روی اسپان پوینتمونو و میاییم نه اینجا دکمه 0 رو زدن میکنیم و میگویی مرسی که داخل ویدیو رو دیدن، دمتون گرم، لایک بزن فراموش نشه و آره تا ویدیو مثل فعلا پیس اوت. حال کن خونه رو بول